50 говорит, просто мы подставим ребят. Да. Вот. В то время надо. اینجا دره رامیت است 50 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه و این محل است که آخران پست حربی به محل عملیات جایگیر شده است. در اینجا برای ما گفتن که ادامه دادن راه برای شما خیلی خطرناک است، زیرا که کم دورتر از اینجا اون محلی است که ظاهرا عملیات نظامی علیه گروه حاجی حلیم یا خود عبدالحلیم نظرزاده ادامه دارد. مقامات انتظامی از صحبت آشکارا در این زمینه خودداری میکنند، اما ساکنان محلی هم میگویند هیچ حادثه را هم نمیفهمند، فقط گذشتن حربیان هم مشاهده میکنند، اما اونها درک نمیکنند که در این اطراف دهاتی اونها چی میگذرد. این دهه هایی که مثلا همین عملیات ها میگذرد امروز مردم چگونه زندگی میکنند؟ که راستی بار ما ایدین تا این جانب همین جده حاضر شکر خدای تعالی که آرامی ای من وطنای ما شکرانی خدای تعالی حاضر است. همین شما خودتون دیده که توی مثال اون همسایه ما من با راهبرا مثال زیاده ای 17 کیلومتر آمده خیلی با وضعیت راه رو را شما ها دیده، مثال همه طلبات ها خوب ناز من مردم باشد، مثال به کار و بار، مثال و من اکثریت آدم هایی که از زندگیشون اکو کپاره به کپاره کاراشون کردن خیلی شکرانی خدا حاضر است. تنجی امونی